سلام به کانال آشپزی با شف نیلو، خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه این چیکن استریپس های بسیار خوشمزه و لذیذ رو درست کنیم. تو این ویدیو به 2 روش بهتون آموزش میدم که فیله های سوخاری پولکی رو داشته باشید، همراه با طرز تهیه ریزن کین ساس که یکی از سس های بسیار معروف هستش که با فیله سوخاری ترکیبش بی‌نظیر میشه. برای درست کردنش ما نیاز داریم به فیله های مرغ که اگر فیله در دسترس نداشتید میتونید از سینه مرغ استفاده کنید و به این صورت نواری برشش بزنید. حتی میتونید مکعبی برش بزنید که به صورت پاپ کورن چیکن درش بیارید. این از مرغ هامون. به ادویه نیاز داریم که ادویه ها رو میتونید طبق سلیقه خودتون تغییر بدید. من از کیجن استفاده کردم، پودر سیر، پودر پیاز، پاپریکا، پودر خردل، نمک و فلفل تند. این از ادویه هامون. به باتر میلک نیاز داریم. من از باتر میلک آماده استفاده کردم. شما اگر در دسترس ندارید میتونید 1 پیمانه شیر رو با 1 قاشق غذاخوری سرکه مخلوط کنید، در دمای محیط 10 دقیقه بهش استراحت بدید که اصطلاحاً شیر بریده بشه و به این صورت باتر میلک شما آماده است. باتر میلک باعث میشه که بافت مرغ نرم و لطیف باقی بمونه. به هات ساس نیاز داریم. سلیقه‌ای هستش، شما میتونید حذفش کنید و من از این هات ساس استفاده کردم. داخل کاسه ادویه ها، باتر میلک و سس تند رو میریزیم، با هم دیگه مخلوط میکنیم که یک دست بشه. این کار باعث میشه که تمام ادویه ها به صورت یکسان به داخل مرغ نفوذ پیدا کنه. مرغ ها رو داخلش قرار میدیم. همونطور که گفتم باتر میلک باعث میشه که بافت مرغ نرم و لطیف باقی بمونه. هرچی بیشتر بمونه مرغمون مزه دارتر و با بافتی نرمتر خواهد بود. 2 الی 24 ساعت میتونید توی یخچال بهش استراحت بدید. برای سوخاریمون به ازای هر 2 پیمانه آرد ما به 1/4 پیمانه نشاسته ذرت نیاز داریم. ادویه ها پودر سیر، پودر پیاز، نمک، پاپریکا، فلفل تند و کیجن هستش و فلفل سیاه. شما ادویه ها رو میتونید طبق سلیقتون تغییر بدید. مرغ هامون مزه دار شده و آماده است. به آب و یخ نیاز داریم. همونطور که گفتم به 2 روش قراره با هم دیگه فیله سوخاری رو درست کنیم. ابتدا مرغ رو از داخل باتر میلک بیرون میاریم، داخل آرد میندازیم. به حرکت دست من نگاه کنید، بعد به این صورت به مرغ ضربه بزنید و حرکتش بدید که کاملا مرغتون پولکی بشه. این مرحله اول هستش. میتونید تو این مرحله به 2 روش سوخاری رو انجام بدید. مرحله اول شما میتونید که داخل آب بندازید و اگر داخل آب قرارش بدید سوخاری روشنتری رو خواهید داشت، و یا اینکه داخل باتر میلک قرارش بدید به این صورت که مرغتون طعمدارتر و خوشمزه تر میشه، ولی موقع سرخ شدن ممکنه کمی تیره تر بشه. و دوباره داخل آرد میندازیمش. پس 1 بار داخل مایع، از داخل مایع بیرونش میاریم داخل آرد و دوباره داخل باتر میلک یا آب و یخ قرار میدیم و دوباره داخل آرد و به این صورت بهش ضربه میزنیم. ببینید کاملا پولکی شده. فیله های ما پولکی و آماده است. 1 بار دیگه انجامش میدیم. فیله رو از داخل باتر میلک بیرون میاریم، داخل آرد قرار میدیم، با حرکت دست به این صورت بهش ضربه میزنیم. ببینید بعد از اینکه از آرد بیرون آوردیم یه تکونی بهش میدیم. ببینید در مرحله اول هم پولکی شده تا حدود. این بار داخل آب و یخ میندازیمش. همونطور که گفتم وقتی داخل آب و یخ قرارش میدید باعث میشه که رنگ سوخاریتون روشن‌تر بشه و دوباره داخل آرد قرارش میدیم. یه ضربه نهایی بهش میزنیم و کاملا فیله ما پولکی میشه. ببینید همه فیله ها رو به این صورت آماده میکنیم و میبریم برای مرحله سرخ کردن. روغن باید زیاد باشه که فیله ها داخل روغن غوطه بر بمونن. مهمترین نکته برای سرخ کردن فیله ها درجه حرارت روغن هستش که باید 180 درجه باشه. با دماسنج آشپزی میتونید که دمای روغن رو کنترل کنید، چون فیله ها موقعی که داخل روغن داغ میفته کاملا پولکی میشه و اگر روغن داغ نباشه آرد به مرغ میچسبه و خودش رو باز نمیکنه و شما نمیتونید یه فیله سوخاری پولکی رو داشته باشید. اگر دماسنج آشپزی نداشتید میتونید به این صورت ازش تست بگیرید. اگر سریع روی روغن اومد یعنی روغن شما کاملا داغ هستش و آماده است برای سوخاری کردن فیله ها. ببینید کاملا پولکی هستش و به این صورت داخل روغن داغ سرخشون میکنیم.
تعداد زیاد سرخ نکنید که روغن از حرارت نیفته. 2 الی 3 تا فیله رو همزمان میتونید که سرخ کنید بدون اینکه روغنتون از حرارت بیفته. ببینید کاملا داره پولکی میشه و بعد از اینکه سرخ شد از روغن بیرونش میاریم و داخل سبد روغنگیر میندازیم و همه فیله ها رو به این صورت سرخ میکنیم و یه سبد فیله سوخاری خوشمزه و لذیذ رو خواهیم داشت. شما فقط پولکی بودن فیله ها رو ببینید. با این 2 روشی که آموزش دادم امتحان کنید، مطمئنم خوشمزه ترین فیله سوخاری رو خواهید داشت. برای درست کردن ریزن کین ساس 1/2 پیمانه مایونز، 1/4 پیمانه کچاپ، 1/2 قاشق چای خوری پودر سیر، 1/2 قاشق چای خوری پودر فلفل لیمویی و سس وستشر ساس 2 قاشق چای خوری اضافه میکنیم. همه رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم که یه سس 1 دست رو داشته باشیم. این از سسمون که آماده است و یه سینی فیله سوخاری خوشمزه رو داریم که با این سس که سرو بشه بی‌نظیر ترم میشه. شما میتونید فیله ها رو به این صورت سروش کنید و یا اینکه میتونید با نون تورتیا یا نون تافتون یا هر نونی که دوست دارید فیله ها رو به این صورت به صورت ساندویچی درش بیارید که یه ساندویچ عالی و بی‌نظیر رو هم میتونید باهاش درست کنید. امیدوارم که این فیله سوخاری های خوشمزه رو درست کنید و خوشتون بیاد. سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت بذارید که ویدیو به بقیه دوستان هم نشون داده بشه. امیدوارم درست کنید و خوشتون بیاد. نوش جان.